الحال در این لحظه ها پیش من خیلی سوال زیاد است. از همه برادرایی که سوال دهنده این من عذر میخواهم، به خاطری که این قدر سوالی که در پیش من است شاید از 5000 از 6000 زیاد باشد. ولی به همه این برادرای عزیز وقت در کار، امکانیت در کار، من یک نفری تنهایم و به غیر اینه که من برای شما با وقت جدا میکنم، به خاطر ثواب، به خاطری که این مسئولیت به ذمم هست، احساس مسئولیت میکنم و هر دمی که هستم غنیمت میشمارم. هر سوالی را که جواب میگم الحمدلله امید ثواب که دارم. به این خاطر اگر چندی که ما را مشغولیت های با بیرون منم زیاد است، کاروباری با زندگی هم داریم، دعوت هایی که مردم بیچاره بی صبرانه انتظارن که من در اکثر اونها رفتن نمیتونم، بعضی اونها دخی دیگر هیچ امکان نمیشود میرم اشتراک میکنم. همون جا هم مردم های، همون جا هم جمعیت های، همون جا هم الحمدلله رب العالمین پند و نصیحت های، سوال و جواب های. از این لحاظ از شما من بخشش میپرسم که اگر بسیاری از سوال های شما من جواب دادن نتونم، به خاطری که همون فرصت و وقتم کمتره، انا حاضر باشد من یک چند سوالی را برای شما جواب میگردم. یکون سوالی که در پیش من است آمده است که نماز بامداد اگر ما در اولی وقت خوانیم و بعد این خواب کنیم، آیا همین خواب ما بعد نماز بامداد جایز است یا جایز نیست؟ برادران عزیز و گرامی، این وابسته به همون وضعیت و شرایط شما ہے. زیرا که اگر به موافق سنت گیریم، ما وقتی نماز بامداد که خواندیم تا بلند شدن آفتاب باید در مسجد باشیم. مقصد به قرآن خواندن، به ذکر کردن مشغول میشیم. آفتاب که بلند شد ما میخیزیم نماز ضحا میخوانیم و بعد از آن مقصد از مسجد بیرون میشیم. لیکن از بس که این برای هر نفر این امکانیت یا این شرایط نیست که رفته در مسجد خلاص تا بلند شدن آفتاب نشینه و ذکر کنه و نماز ضحا و نماز اشراق اینها را مقصد یا نماز سر آفتاب میگیم اینها را ادا کنه. برای کسی مقصد این امکانیت هست، موافق همین است، نماز که خوان بیاید خواب کنه بعد نمازی مقصد همون اشراقش یا ضحا. ولی برای نفرهایی که خلاص میروند در جماعت بامداد اشتراک میکنن ولی بعد آن با مشغولیت های خب بعد نمازی دارن، یعنی کاری بازار دارن، کاری ساختمانی دارن، کاری اداره دارن. بیشتر برادرای مرا از این سوال میکنن که در دولت های بیرون از جمهوری من هستن که مقصد از کار خسته که میشوند، برای این البته برای این نفرها رخصت های، اجازت های که شما در اولی وقت شما بیا بین همون ساعت های اولی وقت نمازتون که خواندین تا وقتی کار برآمدن تون 1 ساعت های 2 ساعت های خواب کنین، مقصد باز یک تنصیحتی و یک قوت پیدا کنین با دنبال کارتون شین. ولی برای نفرهایی که خلاص شبی دراز خواب بودن، یعنی برای اونا یگان خلاص خوابی بعد بامداد ای حسابی تنبلیش باشد، ای حسابی انا بگیم به حوصلگیش باشد، در این حالت خواب نکنیم بهتره. زیرا الله رحمت کنند محمد عمر سربازی را میگه 3 خواب بدترین خوابه. یکم خوابی که بعد نماز بامداد باشه، یعنی بعد نماز بامداد خواندن و خواب کردن بدترین خواب میگه، زیرا این لحظه های عالی عبادت های تا آفتاب بلند شدن. دویم خوابی که بدترین است میگه خوابی هست که انسان در درون نماز خواب کنه. وقتی بعضی نمازهای هست که طولانی هست، آدم وقتی همراه در درون نماز خوابش برای میگه این بدترین خوابه.
سیوم خواب میگه در حالت امر به معروف و نهی از منکر. وقتی مقصد اهل علم و علما وقتی امر معروف و نهی منکر میکنن و بعضی نفرهای هستن خوابن، بعضی نفرهای هستن که حتی با تلفن هاشون بازی دارن، یا بعضی آدمای هستن که با تلفن هاشون صحبت میکنن. انامین حالت ها خوابشان بدترین خوابه، مشغولیتی به همو بازی و یا با همو گپ زدنن. این هم برادرای عزیز برای شما خیر و خوب نیست. انشاءالله گمان میکنم که سوالتون ها جوابش گرفتید. یعنی برای نفرهایی که حقیقتا خسته و ماندن خواب کنیم برای شما اجازته. یکی برای کسایی که روی عادت چیدگی دیگه تنبل شدگیان این خواب خیر خوب نیست. برادرها تا برآمدن آفتاب حاضر حتی همو مسلم پروی که در گویم تلفن ها هست، بسیاری تلفن ها هست، حتی همو شروق نویسندگی یعنی همون طلوع آفتاب هم نشان میدهد آفتاب در ساعت چند میبراید. یعنی از همون ساعت اگر شما مقصد خواب کنین اجازه تا این بین برادر عزیز شما یگان قرآن خوانین یا یگان ذکر کنین، البته این با سنت موافق و مطابقه.